چون همیشگی درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روزی امروزه‌مان چنین است. A true friend is someone who will tell you to your face what he thinks of you and tell everyone that you are a wonderful person. by عمر خیام. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: دوستی حقیقی کسی است که بر روی تو میگوید که درباره تو چی فکر دارد و به همه میگوید که تو شخصی عالی جناب هستی. سخن عمر خیام. New words کلمه های نو. Like نقص دیدن، پسند کردن. Enjoy راحت کردن. Need احتیاج داشتن. Want خواستن. Tell گفتن. Think فکر کردن. A walk راهروی. Wake up از خواب خستن. Taste food چشیدن خوراک. Kitchen آشخانه. Stove پچکه. Salt shaker و یا pepper shaker نمکدان. Pot کسترول. Bread نان. Butter روغن. Pepper قرنفل. Salt نمک. A grocery list رویخط خرید آشخانه. A fish bowl کاسه ماهیدارک. Rug قالین. Sofa راحت کرسی. Singer سراینده. در اینجا درس امروزه ما با پایان رسید. لطفاً اگر به کانال ابونه نشده باشید ابونه شوید، به نوار لایک گذارید، فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح ها نویسید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید تا آنها نیز از درس های ما با خبر شوند و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً با ما باشید و با ما زبان انگلیسی را آسان و رایگان آموزید.